دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر، شرایط امروزه به همه معلوم است. فرزندان ما امروز در چنین شرایط چگونه علم شرعی را آموزند؟ آیا ما گناهکار میشویم به نامختنشان؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. البته که گناهکار میشوید. چرا گناهکار میشوید؟ و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد که کلکم مسئول و کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یک از شما چوپان هستید و هر یک از شما از رعیت خودتان سوال کرده میشوید. هر یک از شما از همون کسانی که در زیر تحت شما هستند مورد سوال و جواب قرار میگیرید. و الله عز و جل میفرماد که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. شما خودتان را و اهلتان را از آتش جهنم نجات بدهید. از این خاطر هر کس مسئولیت دارد. حتی در حدیث ذکر می شود که حتی یک زن در آن چیزی که در خانه همون شوهرش هست به اونها چه سری مسئولیت دارد. و حتی یک خادم، خادمی که اما یک سری مسئولیت هایی که دارد، حتی همون یعنی که مسئولیت دارد و از مسئولیتش پیش الله عز و جل حتما پرسیده می شود. از این خاطر یعنی که یک نفری که فرزند دارد، اولاد دارد، البته که این مسئولیت است، باید که خودش بیاموزد و فرزندانش را بیاموزاند. این کمترین حق از اونها است. اگر که شرایط ندارد که اونها را در یک جای بگذارد که تعلیم بگیرند، اگر شرایط و استطاعت ندارد که اونها را برای اونها استاد خاص بگیرد، این کمترینش همین است که خودش بیاموزد و فرزندانش را بیاموزاند. و این روز الحمدلله که شرایط خیلی فراهم شدگی هستند و کتاب‌های مختلف با زبان‌های مختلف است، میتونند اونها را بگیرن و تعلیم بگیرن و خودشون و فرزندانشون را بیاموزند و نمیره احساس بکنند که در روز قیامت والله که پیش الله عز و جل مسئول است. هر یک کس برای فرزندش جواب میدهد. الله عز و جل برای شما این نعمت داده است، نگذارید که فرزندانتون دشمنان اسلام تربیت بکنند. اگر امروز شما فرزندهاتون تعلیم ندادید، اگر امروز شما فرزندهاتون نآموزاندید دینشون را، بدونید که دیگرها دین باطل را براشون میآموزند. اگر امروز شما فرزندهاتون تعلیم ندادید، بدونید که دیگرها اونها را منهج باطل و رویه باطل براشون میآموزند. و حتی نگاه کنید که همین وقتی که همین مکتب‌های دولتی و که مکتب‌های طاغوتی که وقتی که میروند، ببینید همه اینها در زیر تحصیل سخن‌ها و حرف‌های اونها هستند و باید که شما اونها تعلیم بدهید. در هر قدمی که میگذارند در خطر است، در فتنه هستند. باید که شما اونها را تعلیم بدهید، باید که اونها را بیاموزونید. شما نگاه کنید که در زمانی همون شوروی بودک، حالا اون منهج چون صحیح نبودک، حالا یک طرف، ولیکن همون با اندازه فهمیشی که در دین داشتن، احساس داشتن، با ترس بودک، به هر چی بودک، هر طریق و هر راه پیدا میکردن. همون یک کتابی که اونقدر عالی صحت ندارد و که خلاف منهج اهل سنت و جماعت است، بعضی کتابایی که خرافاتی هستند، همون را تعلیم میدادن، میآموزاندن، یعنی که در همون حالتایی که شرایط خیلی یعنی که خیلی وخیم بودک. ولیکن امروز اینقدر شرایط و اینقدر مثلا که آسانی آمدگی است که یعنی که کتاب‌های با زبان‌های مختلف هست، میتونید که اونها را شما یعنی که با کمترین مبلغ از خود بکنید، در تلفن‌هاتون، در همین دستگاهاتون بگیرید و اون را برای فرزندتون بیاموزونید. همون خاطر هیچ عذری نیست. باید که در قبال فرزندها باید که احساس مسئولیت کرده بشود و باید که فرزندها آموزانده بشوند و تعلیم داده بشوند. اگر شرایط دارید، استطاعت دارید که شما را پیش یک اهل دین بگذارید، کسی که منهج و عقیده‌اش صحیح و درست است، تا اینکه مسائل مهمی از دین را، آنچه که دل یک انسان قائم است، او را بیاموزد، این بهترین عمل است برای فرزندتون. و نمی فرزند برای شما صدقه جاری است. و نمی فرزند فردا روز قیامت اینه که دستگیر شما است. و این فرزند که هر وقتی که شما از این دنیا می روید و هر عملی که انجام میدهد، این اجر و ثوابش به تو برمیگردد، زیرا سبب رفتن او به همین راه تو شده است. چون که در حدیث ذکر می شود که اذا مات الانسان انقطع عمله. وقتی که انسان اذا مات الانسان انقطع عمله، وقتی که انسان وفات میکند، همه عملهای او قطع می شود مگر از سه طایفه، مگر از سه گروه. یکی از اونها این است که ولد صالح یدعو له. شما وقتی که علم میآموزید، برای فرزندتون میدهید، تعلیم میدهید، هم از جمله کسانی میشوید که کسانی هستند که یعنی که بعد از گذشت خودشان اثرهای علمشان بر دیگران مانده شده، هم از جمله اینها قرار میگیرن. او علم ينتفع به، علمی که از او دیگران منفعت گرفته است. و دیگر او ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که برای پدرش دعا میکند، فرزند صالحی که برای اون شخص دعا میکند. و اینا همش برای انسان صدقه چسن جاری هستند
و تلاش بکنن در رابطه به آموزاندن فرزنداش، زیرا که اینها مسئولیت هستند و روز قیامت انسان از هر آنچه که مسئولیت دارد پیش الله عز و جل پرسیده می شود. بارک الله فیک.